سلام دوستان، به کانال مازو مووی خیلی خوش اومدین. اسم من مریم و تو این ویدیو طبق هر هفته میخوایم بریم سراغ موشکافی اپیزود جدید سریال پروریبوس. قبل از همه چیز هشدار اسپویل اپیزود 6 رو بهتون میدم. بریم شروع کنیم. همونجور که تو ویدیوی قبل تئوریشو مطرح کرده بودیم، فهمیدیم ذهن مشترک برای بقا نیاز داره از انسان‌های مرده تغذیه کنه. این موضوع برای کرول خیلی وحشتناک بود، در حدی که قبل از اینکه بره پیش دیاباته ترجیح داد کف خونش که همین پودر ریخته بود و جارو کنه بعد بره. اما برای دیاباته اینجوری نبود، اتفاقا منطقی بود براش. کلا خیلی وضعیت جدید و دوست داره. همه کارهایی که میکنه نشون میده که قبل از شیوع ویروس زندگی خوبی نداشته و وضع مالیش خیلی خوب نبوده. اینقدر زندگی جدیدش رو دوست داره که حتی وقتی شنید کرول میخواد بمونه ناراحت شد، چون ذهن جمعی فاصله‌اش رو از کرول حفظ میکنه. حتی لس آنجلس رو خالی کردن تا کرول بیاد. از همین الان که تازه 12 روز گذشته یه سیگنالایی میگیریم که دیاباته داره حوصله‌اش سر میره، چون از ذهن جمعی میخواد که واسش نقش بازی کنه. پس ممکنه خیلی زود به این نتیجه برسه که اونقدرام که فکرشو میکرد زندگیش عالی نشده. مثلا اون صحنه‌ای که پوکر بازی میکنه خیلی شبیه یکی از اپیزودهای سریال د توایلایت زونه. تو اون داستان یه دزد خیابونی به نام راکی کشته میشه. بعد از مرگی که میاد سراغش که راکی فکر میکنه فرشته است و اونو به بهشت میبره. تو این به ظاهر بهشت همه چیز دقیقاً همون چیزیه که راکی میخواد. همیشه تو بازی پوکر برنده میشه، زنای زیبا دور و برشن، هیچ محدودیتی وجود نداره. اولش خیلی خوشحال، احساس لذت و آزادی میکنه، اما کم کم متوجه میشه که همه چیز تکراری و قابل پیش بینی شده. هیچ چالشی وجود نداره، هیچ لذت واقعی واسش باقی نمونده. در نهایت اون میفهمه که این مکانی که توش هست اصلا بهشت نیست، بلکه بیشتر شبیه جهنمه، چون همه چیز دائما یکسان و خسته کننده شده. انگار خط داستانی دیاباته هم همینه. حتی لامبورگینیاش هم اول رنگای شاد دارن، بعد با آخر هفته که میرسه به طیف توسی نزدیک میشن که شاید نشونه این باشه که رفته رفته اونم لذتشو از دست میده. موضوع مهمی که تو این اپیزود مطرح میشه اینه که ذهن مشترک بالاخره فهمیده چجوری میتونه افراد ایمن رو مبتلا کنه. برای این کار به سلولای بنیادیشون نیاز داره. اونا به کرول گفتن ما هیچ سلول بنیادی از بدنت نمیگیریم. این جمله بندی مشکوکه، مخصوصا اینکه کرول قبلا اشاره کرده بود تخمکاشو فریز کرده. طرفدارا میگن ذهن مشترک از طریق اون تخمک‌ها میتونه کرول رو مبتلا کنه. سلول بنیادی چیه؟ سلولیه که میتونه تبدیل شه به هر نوع سلول دیگه تو بدن. مثل نسخه خام یا یه قالب اولیه است که بعداً میتونه تبدیل شه به سلول قلب، سلول مغز، سلول پوست و سلولای دیگه. یه ویژگی دیگه سلول بنیادی اینه که میتونه خودش رو تکثیر کنه و زیاد بشه. این سلول‌ها کجا وجود دارن؟ تو جنین برای ساخت تمام اعضا و بافت‌ها وجود دارن. تو بدن آدمای بزرگسال هم جاهایی مثل مغز و استخون، پوست و عضله هستن تا بتونن بافت‌ها رو ترمیم کنن. تخمک انسان سلول بنیادی نیست، چون تخمک بالغ تکثیر نمیشه. ژنومش هم ناقصه، فقط نصف کروموزوم‌ها رو داره. حالا اگه با این تخمک لقاح انجام بشه، میشه به سلول بنیادی جنین رسید، اما بازم نمیشه به سلول بنیادی مادر رسید. پس تخمک فریز شده عملاً نمیتونه به سلول بنیادی تبدیل بشه، مگر اینکه تو داستان فیلم همونجور که این ویروس رو ساختن همچین چیزی هم شدنی بشه. میتونیم یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کنیم. اگه ایمن بودن کرول به سلول بنیادی ربط داره، شاید از همین راه بقیه هم بتونن به ویروس ایمن بشن. معلوم شد که اونا همچنان هر لحظه کرول رو زیر نظر دارن. البته تو اپیزودهای اولام گفته بودن که با پهپاد نظارتت میکنیم. بریم سراغ اون آقای پاراگوئه یعنی منیوسوس. همچنان داره فرکانس‌های مختلف رو چک میکنه. چرا؟ تو ویدیوی قبلی این تئوری رو دادیم که ذهن جمعی از طریق سیگنال همه آدما رو به هم متصل میکنه. دو تا از دلایل محکمش این بود که از همون اول گوشی‌های همراه رو از کار انداختن تا تداخل ایجاد نکنه واسهشون. دومی که دیدیم حتی وقتی میخوان همزمان یه چیزی رو بگن 100% با هم سینک نیستن، یکی دو ثانیه اختلاف دارن. پس این اتصال ماهیت تلپاتی کامل نداره. یکی از سیگنال‌ها برای منیوسوس عجیب بود. شاید دوتایی با کرول بتونن از همین راه آدما رو از ذهن مشترک جدا کنن. یا شاید هم با دستکاری و تداخل تو این سیگنال ذهن جمعی رو از یه موجود مهربون تبدیل به یه موجود خشمگین کنن و همه چی به هم بریزه. دیدیم خونه خانواده منیوسوس کلا 2 تا کوچه پایین‌تر بود. نشون میده چقدر وحشت زده و پارانوید بوده که خودش رو کاملا بدون غذا زندانی کرده. این کلا تو شخصیتش هم هست، چون تو خونه‌ش هم پول نقد و تو لامپ قایم کرده بود. تو خونه یه عکس از خودش و پدرش هست که انگار خیلی صمیمیه. شاید موقع ابتلا پدرش کشته شده و با اینکه رابطش با مادرش خوب نبوده، اما ذهن جمعی چاره‌ای نداشته که از مادرش برای ارتباط گرفتن باهاش استفاده کنه. منیوسوس وقتی میخواد بیاد پیش کرول یه کتاب برمی‌داره که یه جور ابزار یا برنامه آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسیه. جالب اینه که اسم سازندش رو سرچ کنین، تو نتایج سرچ کسی رو میاره که فعال مقابله با گرسنگی جهانیه که خیلی به تم این اپیزود نزدیکه. طبیعتاً منیوسوس میخواد بره سمت کرول، اما بین کلمبیا و پاناما هیچ راه زمینی وجود نداره. اون در نهایت مجبوره که از ذهن جمعی کمک بگیره.
اسم اپیزود بعدی هم The Gap هست، احتمالاً به همین موضوع اشاره داره. البته میتونه به فاصله‌ای که بین کرل و بقیه افتادم ربط داشته باشه. شاید تو اپیزود بعدی کرل ازشون بخواد که برگردن. تو ویدیوهای قبلی گفتم پلوریبوس میتونه یه جور استعاره از هوش مصنوعی باشه، اما الان به نظر میرسه پلوریبوس به جای اینکه درباره هوش مصنوعی باشه، بیشتر درباره خود ما آدما و تاثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو ذهن و هویتمونه. اون ذهن جمعی تو سریال یه استعاره است از اینکه چقدر بیش از حد به هم وصل شدیم. یه چیزی که شاید تو سریال تخیلی باشه ولی تو واقعیت همین الانم از نظر روانی و فرهنگی اتفاق افتاده. هرچی آگاهی جهانی بیشتر میشه، فردیت کمتر میشه. همه تو موج‌های احساسی و ترندهای کوتاه مدت و شعارهای تکراری حل میشن. جدا شدن از این ذهن جمعی و اینکه بفهمیم واقعا کی هستیم خیلی سخت‌تر از همیشه شده. پلوریبوس از این زاویه یه نکته مهم میگه. وقتی همه چیز و همه کس دائما به هم وصل باشن، خود آدم کم کم محو میشه. و این اتصال دائمی به جای اینکه قوی‌ترمون کنه، شاید داره از نظر ذهنی و فرهنگی ضعیف‌ترمون میکنه. خلاصه پلوریبوس میتونه درباره دنیایی باشه که خودمون ساختیم، جایی که ذهن‌ها یکی شده، فردیت گم شده، آدما وسط موج‌های بی‌پایان اطلاعات و هیجان کم کم خودشون رو از دست میدن. خب بچه‌ها، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. اگه شما هم تئوری و نکته خاصی دارین حتما تو کامنت‌ها بنویسید. تا اپیزود بعدی، خدافظ.